دین مقدس اسلام دینی است که این غالب است. این دین تمام دنیا اگر یک جای شود از بین برده نمیتوند. اگر با کوچکترین گروهی مسلمان ها تمام دنیا اگر جنگ کند والله مغلوب میشد دنیا. مسلمان ها غلبه میکنند. این همه میدانند قوت اسلام، قوت مسلمان ها، بزرگی اسلام همه میدانند. بنابراین اونا جنگ کردند، از روز پیدایش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقشه کشیدند، لایحه ها بود برای از بین بردن شخصیت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. جنگ ها کردند، صلح ها کردند، هر راه کردند، بعد به خلاصه رسیدند که این دین مقدس اسلام مسلمان ها را با شمشیر نیست و نابود کرده نمیشد. بنابراین یگانه راه مسلمان ها را با همدیگر از بین برده میشد. بنابراین اینها تفریقه باید اندازیم، شیعه و سنی کنیم، بعد سنی ها را با در نوبت خود به چندین گروه ها تقسیم کنیم، شیعه ها را تقسیم کنیم، خلاصه بین همدیگر جنگ ها را آتش میماند. برای چی؟ برای اینکه اینها دو طرف اگر مسلمان ها جنگند این بر فایده غیر مسلمان ها است. بنابراین آنها فکر کار میفرمایند، مسلمان ها غالبا سادگی را پیشه میکنند، یا فتنه میاندازند، بین مسلمان ها جنگ میشه.